اکشن این فیلم همین قسمتش بود که خراب کردی. بابا آدم که گوشکوبی داره میگیره دستش حس راحت بده بالا، رگ گردن اینجوری آویزون شه، گردن بالا، گوشکوبی میگیره بالا، یه اینجوری عکس عقربه‌های ساعت قرط میزنه این شد گوشکوب. نه که اون کاری که تو کرد. ببین آخه قربون تو برم سراغ بد کسی اومدی. ببین من اصلا چجوری بهت بگم، من به آبگوش حساسیت دارم، اصلا آبگوشو دوست ندارم. یه برو سراغ صحنه دیگه. نه کجایی که ببینی بچه‌ای که آبگوش نخوره به درد این اجتماع نمیخوره. واقعا چی بگم، تمام فیلم ما رو خراب کردی. فیلممون 20 دقیقه‌اش بیشتر نموند. 20 دقیقه؟ 30 دقیقه‌اش پر. یعنی 30 دقیقه فیلمت گوش کوبیدن بود؟ بابا تمام محتوای فیلم همین قسمتش بود دیگه. نخود داشت، لوبیا داشت، گوجه داشت، لپه داشت، سیب زمینی داشت، گوش داشت، چربی انداخته بودم واسش اینقدر. باش نخواستیم این قسمتش. میبرم میذارمت قسمت آخر فیلم، اون جایی که اکشنشه ها، اون جایی که اکشنشه. ببین مهران، عین اون فیلم های آلفرد هیچکاک هست. اینجا تنها قسمتی که داشت حشمت خالتوری توش بازی میکنه. جدی میگی؟ آره. راحته یعنی نه؟ راحت. باش. صحنه چیه؟ صحنه اینجوریه که داشت حشمت خالتوری رو تو قصاب خونه همین کیری با آب منگول نامردی با کاردیش میکنه. عجب. من اونجا الک و تلک خونین و مالین راه میفتم سمت خونه. در میزنم میتر کنم وارد خونه میشم. من تو خونم. آره. تو صحنه رو که میبینی یهو براش افته، خون جلوی چشاتو میگیره، بلند میشی میره هرچی نامرد تو دنیا هست میکشی، سر ساعت 12 شب برمیگردی خونه. یاد نباشه ساعت 12 باید برگردی ها. باشه؟ من میرم این صحنه رو باهات میام، تو هم حسو بده لامصب. آماده ای؟ مهران؟ آره. منم حشمت خالدار که نامردی کریم آب منگول گوشته تو پهلوم. مهران کجایی که داشت تو کشتن مهران؟ بابا چقدر سنگینی تو. گاد نگه دار بابا. من تو نون نخوردی آخه. آقا رو ما رو بگو کی میخواد انتقام اونو بگیره؟ یکی باید انتقام این بابا رو از روزگار بگیره. بابا آخه برد پیت هم میخواد مثلا فیلم آشیل رو بازی کنه، 3 سال میره بدنسازی کار میکنه، تو همینجوری بی هوا هیولا رو انداختی رو ما. نخواستیم آقا، نمیخواد بری بدنسازی کار بکنی، همین فینگیری که هستی یهو فید میشه میره تو سیاهی. بعدم آخه قربون شکلت برم، کجای دنیا وقتی آش آدمو با کارت میزنم میگه ببخشید یه لحظه من برم ورزش کنم بدنسازی برمیگردم. آقا اینم شد کار که تو داری. آخه بابا تو اصلا سناریو هم به ما ندی، من نفهمیدم، فکر کردم زخم سطحی داری، نمیدونستم اینجوری در و داغون شدی. باش ببین اصلا یه سراغ یه نقشی برو، یه چیزی برو که من واقعا تمرین نخواد بتونم راحت بازی کنم. مهران با توجه به این توانمندی‌های هنری که تو از خودت ساته و وارد کردی، به این نتیجه رسیدم که یه دست کوچیکی باید تو این سناریو ببرم. باریکلا. اصلا اول می‌خواستم همینو بهت بگم، یه فیلمی درست کن که سریع بره رو پرده، راحت باشه، تموم شه بره. آره میخوام فیلمو بندازم بعد از مرگ تو، دیگه خودم پاشم برم انتقام تو رو بگیرم. آفرین. اینجوری هم به نفع منه هم به نفع تو. یعنی فیلم وقتی شروع میشه که من مردم. آره. بعد صحنه خود کشتن هم میخوای نشون بدی؟ صحنه کشتنه؟ آره. خب یه تیکه مردن بیا ببینم چجوری میای. تو مردن که کاری نداره که. بیا. نه همون بعد تشییع جنازت رو میگیرین دیگه، چون الان که نگاه میکنم همچی زیاد توفیری نداره، صحنه زنده بودنت با مرده بودنت زیاد توفیری با هم دیگه نداشت، ولی خوب بود، خوب کار کردی، هم نداره. خب فقط مهران جان قربون شکلت برم، یه عکس 6x4 تو به ما بده که بذاریم تو جیبمون بدونیم که داریم انتقام کی رو میگیریم. آخه انتقام مثل شما خیلی زیادن که میخوایم انتقامشون رو بگیریم. باشه فقط حشمت کن دیگه. خلاصه اگه بازم سناریوی چیزی بود مثلا من خودم آمادگی دارم، الان که اینجوری گفتی من علاقه‌مند شدم کلا. آره نه همیشه بخوام فیلم درست بکنم اولین کاندیدی که بزنه تویی، واقعا کولاک کردی. قربانت تو. قربانت ببخشید عیدت مبارک. شرمنده‌ات نتونستم کمکت کنم. باشه شاید ایشاده نقش آقا من باز برمیگردم پیشت مهران جان. عجب شب عیدی نتونستیم کمکش کنیم، بنده خدا اینم اومد. آماده باشین دوستان، آماده باشین، میخوام پرتاب بهاری رو بکنم. بگیر که بهار اومد.
عید شما مبارک. What are you guys doing? They're recording a comedy for Persian New Year. Against Iranian government. Against Ayatollahs. This is a Supreme Leader. Oh, okay. Yeah. We are making fun of him. Oh, okay. I'm like, what is he doing? Yeah, he's the killer one. Oh, okay. Thanks for asking. حالا عید و به تمامی هموطنان عزیز تبریک میگم. میدونم که عید سال 93 تون خیلی مبارکتره، چون دیگه از ما خبری نیست. انشالله که همیشه شاد و خندون باشین و همگی بتونیم این رژیم کثیف و بفرستیمش توی زباله‌دون تاریخ برای همیشه. پس این شد که از دست انتری نژاد ناراحته، داره تو مجلس سخنرانی میکنه، از ایشون هم تاییدیه میگیره، این داره چیز هم میکشه، به اصطلاح شاخشون هم میکشه که بله ما خیلی کار کردیم که تحصیل السلام ای رهبر کل جهان، رهبر مستضعف مستکبران. سال نو رو به تمامی هموطنان عزیز به خصوص رزمندگان شهر اشرف و لیبرتی تبریک میگم. الان دیگه طوری شده که تو منطقه هر کی تهدید میشه دل مقام عظما میلرزه، از بشار تا مالکی او تاپ تاپ دلش مال مقام عظما. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یارو رفت در یخچال باز کرد دید ژله داره برای خودش همینطوری میلرزه، گفت نترس اومدم پنیر بخورم. 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند. ماده 50 برنامه 51 تبصره 52 هم عنوان کرده است که مگر تنبان نمایندگان مجلس جیب ندارد؟ چرا وزیر اقتصاد نسبت به تنبان نمایندگان مجلس اهتمام نداشته است؟ آقای حسینی به شخص بنده به آقای عبداللهی در کمیسیون اصل اینجوری فرمود. این قسمتی که دارم میگم خودم نقل میکنم، بعد صداشو میذارم گوش میدید. وقتی اینجا میگه به من مربوط نیست. ببین عبداللهی، خاوری 3000 میلیارد و 2 دره کرد، بعدم درم خب خیالی نی یه 3000 میلیارد دیگه دارم شیرین مال یه خانم دکتر بوده باهاش میرفته مطب برمیگشته، مقام عظما هم سفارششو کرده، میزنین تو گوشش صفا سیتی سرندیپیتی، نامه امضا مقام عظما هم برات فرستادم. این نامه رو نشون دادن. عرض میکنم ای برادر، راندخاران مدتی است پول ملت را چپاول میکنند، هر کجا دروازه را خالی کنند توپهای مرده را گل میکنند. راحت و آسوده در آن سوی آب رفته و سرکیسه را شل میکنند. شما در موافقت میکنید یا ما مخالفت میکنید؟ گوش بدید آقای دکتر، به اونجا میرسیم. ظاهرا اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل میکنند. بنده هم عرض میکنم ای برادر سید علی جان سالهاست پول ملت را چپاول میکنند، پولهای بی زبان را سید علی خرج سیخ و بست توپل میکنند، با چار پیشگوشتی محمود چاخان پیش ما را عاقبت شل میکنند. من اگر ماندم و اگر استعفا ندادم به خاطر این بود که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاد. تازه مگه بهتر از من گیرتون میاد؟ هر کی دیگه غیر از من وزیر اقتصاد بود 3000 میلیارد چیه؟ خودتون هم 2 دره کرده بود. من یه شانسم تو نظام جمهوری اسلامی. ببینید امروز این جلسه من به نظرم
جلسه است که نشون میده جمهوری اسلامی ایران کشوری است آزاد. جمهوری اسلامی ایران نظامی است مردم سالار. چرا آزاده؟ چون یه نفر میتونه آزادانه 3000 میلیارد رو بریزه تو خندق بلا. نماینده ها هم آزادانه بهش رأی اعتماد بدن. چرا مردم سالاره؟ چون پول مردمه. عجب پول سالاری هم هست. من 26 سال پیش با یک ساک برزنتی از یک شهرستان کوچک به تهران آمدم. من یرزم اینه که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 90 انسان‌های کمیسیون محترم اصل 90 جان؟ کمیسیون اصل 90 بله؟ کمیسیون اصل ننت؟ بله. میفهمن؟ کمیسیون اصل ننت. خب این کمیسیون هست. اصل ددت هست. اصل عمت هست. خب تو این کمیسیون شما هم تشریف بیارید، ما هم میایم، ساک برزنتی ها هم میارید، ببینیم کمیسیون چی میگه. آیلا رجانی زودتر تا این تئاتر رو ببند، رأی اعتماد هم شما بدید که میخوایم بریم. آقا بله آشی کنم چی داشت ببینم جان 3000 میلیارد چی شد؟ آقا به خاطر مال و دنیا خونتون رو از اینی که هست یه کثیف‌تر نکنید. مهم همون ساک برزنتی هاست. جان مفسده ها چی شد؟ ولش کن بابا، مهم اینه که من مسئولیت پذیرفتم. طیب الله از این رأی اعتماد، طیب الله تشکر میکنم. ایشالله که خدا همه رو به راه راست هدایت کنه، اگه نشد راه راست رو به سمت ما کج کنه. البته من این جماعت لاشخورا رو که میبینم، حتی اگه فرشته های خدا هم روبرومون باشن و ما رو به راه راست هدایت کنن، باز ما اشتباه میریم، چون که سمت راست اونا میشه سمت چپ ما. بله. سوریه‌ای که این روزها غم از دست دادنش دل عظما رو بد جوری سوزونده و به این فکر میکنه که از فردا بدون سوریه به استودیوی 8 میریم و مرثیه‌ای میشنویم به نام دلواپسی عظما از غم سوریه. من عادتم شده تنها بدون تو، هر روز را برم تو این پیاده رو، دلواپس تو هم که ساده میشکنی کوه غمی، ولی حرفی نمیزنی، میترسم از پس دردات بر نیاد. من عادتم شده چیزی ازم نخوای. از قدیم گفتن هر وقت برات SMS خالی فرستادم یعنی به فکرتم، ولی حرفی واسه گفتن ندارم. در این قسمت از اخبار سبز امروز در خدمت یکی از چهره‌ها و همراهان سبز فام جنبش هستیم که ضمن معرفی خودشون تجاربشون رو در اختیار نسل جوان می‌گذارند. بنده حجت الاسلام و المسلمین کدوی یور هستم که تمام عمر در مسیر اعتراض و دموکراسی بودم. بنده از همون ابتدای پیروزی انقلاب خدمت امام ره بودم، ولی همیشه معترض دیگه. یعنی حتی وقتی دست امامو ماچ میکردم، صدای ماچم از 100 تا شعار اعتراضی این خشونت طلبا بلندتر بود. در ادامه برای اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی در مجلس بودم. اونجا هم همیشه معترض بودم و تونستم بسیاری از حقوق پایمال شده مردم رو احیا کنم. از جمله حقوق خودم، یه دونه ویلا قباله‌شو گرفتم تو شمال، ماشین گرفتم، بعد چند تا سفر اروپایی که با عهد و عیال رفتیم، ولی همیشه معترض. در راستای آزاد کردن زندانیان سیاسی رفتم رئیس یکی از زندان‌ها شدم. در همون دوران بود که شاهد شکوفایی استعدادهای زندانیان بودیم. حالا یکی اینجا شکوفه در میآورد، یکی اینجا شکوفه سر صورت شکوفه بارون میشد، اصلا یکی شاخه از شکمش میزد بیرون. میخوام بگم به این شکل من معترض. الان هم در آمریکا هستم، همچنان این اعتراض ادامه داره. البته خب شکلش فرق کرده. الان یک گلس اعتراض میکنیم، بعد تورگی یک اماکن اعتراض، چون آزادی هست در آمریکا، یک اماکن اعتراضی هم هست که از صبح تا شب تا صبح اونجا اعتراض میکنیم. یه اونجا پرشور تو اعتراضی، چپ اعتراض، راست اعتراض، اینجا همش در حال اعتراضی. من بسیار معترضانه، من حالت اعتراضی دارم. با تشکر از حجت الاسلام کدوی یور
در انتهای این بخش خبری توجه شما را به بخش‌هایی از صحبت‌های تلیت پارسی رئیس سازمان آمونیاک جلب می‌کنیم. لوبیگری یک کانسپت خیلی مهمی هست در سیستم دموکراسی. اگر هم نوشته‌های آقای روسو رو بخونه آدم می‌بینه که مشارکت در سیستم سیاسی در دموکراسی خیلی مهم. هیچ وقت واسه جمهوری اسلامی لوبی نکردیم و نخواهیم هم کرد. کاری که ما کردیم اینه که ما خیلی محکم ایستادیم ضد جنگ. به نظر اوضاع نیک و به نظر بیشتر اکثریت ایرانی‌ها که در امریکا هستن، جنگ یک حادثه خیلی بزرگی هست. واسه حقوق بشر ایران خیلی بد میشه، واسه جنبش دموکراسی خیلی بد میشه. ما مخالف تحریم‌های گسترده هستیم که فقط روی مردم ایران فشار گذاشتن و این گروه‌هایی هستن که خیلی ارگانایز هستن، مخصوصا مجاهدین که آدم نکن. وقت انقلاب شد رژیم چنج داشتیم در ایران. یه سیستم دیکتاتوری رو شکست دادیم، یه سیستم دیکتاتوری دیگه اومد سر کار. ما الان باید بریم دنبال دموکراتیزیشن که آدم واقعا بتونه از یه سیستم دموکراسی بره به یه سیستم دیکتاتوری بره به یه سیستم دموکراسی. من کلیتی از پارسی هستم. کارم لبی یعنی لوبیا، آش دیرزی یعنی دیرزی، یه خورده غرب، یه خورده جمهوری اسلامی میذاری گاز واسه دموکراتیزیشن. میخوری چنج میشی، دم میکنی دیگه، نه حال وار، نه حال جنگ داری، نه حال تحریم. دیزی گود. اون کاراکترایزی که باعث میشه کانسپتمون یعنی دیزیمون خوب لوبیش یعنی لا بندازه لیست تروریستی پی ام آی. اگه اون نباشه آشه سوپرستار و نیویورک و مقام عظما و سبز و مبز و همه تولید. بعدش هم که دیگه تر نظام جمهوری اسلامی میفته به تر. یعنی این داستانش اینجوریه که من خواستم بگم. یعنی لوبی سبزم هسته دارم، من خیارم به امید روزهای بدون خشونت و لحظه های سرشار از سبزینگی و آرامش. بدرود. این حقوق من چی شد ها؟ $100 ثبت من چی شد ها؟ سفیر کی میخواد پول ما رو حواله کنه ها؟ 4 ماه دارم اینجا فک میزنم. آماده ای؟ برو بریم. همه بالا ده بادو حالا ما تو مشکلی داری، تو با این فیست میدی قوم عجب دلی داری، میشینی یا پی میکنی گریه زاری، شبا هم نمیخوابی تا سری داری، تو سخنگو واسه هر زری داری، هر کی از راه میرسه بهت میگه دری بری، سیدلی تو مبتلا شدی به یه بیماری که داری میمیری و دیگه آخر کاری، بگو آخر تو به چیت میناسی، دست آخرت شده داری میبازی، بدو برو پیل بازی تو درازی، حالا آی نفله شد کی نفله شد، هیچ کی عثمان نفله شد، حالا آی نفله شد کی نفله شد، هرچی ملا نفله شد، حالا آی نفله شد کی نفله شد، زیر دست پا نفله شد، هیکلش را پله شد. عکس عظما رو نگاه کن زیر کفشای همه، دوتا لنگاش رو هوا تو مایه زیر خمه، هی میگه میرم میجنگم با یه لشکر یه تنه، خودشم خوب میدونه اینا همش دود و دمه، والا دوده والا دمه، شریعت مداریه خودو بیا بابا بیا حالا آخه بلا نشو، بلا بگیری گری گوری، وای خود
خدا نگاه اما مشو من میخوام بیام واسه دوست دارم تو بگی زمانشو اگه داری خفه میشی میری یکی بکشه هوا کشو تريد أن تصدر ولاية آی الفقيه خدا ببین زبونشو عظما میخواد چپ کنه واسه امامش تب کنه بره مرقده امام اونجا رو مرتب کنه حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هیچکی عظما نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هرچی ملا نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد وقتی اونو توی راه بام میدیدیم یه چیزی گفت ما به ریشش خندیدیم حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هیچکی عظما نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد هرچی ملا نفله شد حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد. دوستان عزیز رسیدیم به پایان این برنامه و پایان مجموعه برنامه‌های پیک بهاری. از اینکه این روزها در خدمت شما بودیم خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم. مایه افتخار ما بود که تلاش کنیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. در موقع خداحافظی بایستی برای این واقعیت تأکید و یادآوری بکنیم که جشن بزرگ و شادی پایدار مردم ایران در روز بزرگ آزادی قطعاً در راه است و امیدوارم که در بهاری که خودمون دستن در کار تحققش هستیم یک جشنی بگیریم بی سابقه. ممنون از همراهیتون در روزهای گذشته، به امید پیروزی و بهروزی برای همه شما عزیزان. خدا نگهدارتون باشه.